به فارکس 101 خوش اومدید. من مهرانم، تریدر سازمانی اپیک اینوستمنت لندن. خب اولین چیزی که باید بدونید اینه که اصلا فارکس چیه؟ فارکس مخفف کلمه فارین اکسچنج، به زبون ساده و خودمونی میشه تبدیل ارز. فکر کنید تصمیم گرفتید که میخواید از انگلیس مسافرت برید امریکا، سوار هواپیما میشید میرید امریکا. اولین کاری که میکنید توی فرودگاه دقیقاً دنبال صرافی میگردید. شما همین الان در بزرگترین بازار مالی دنیا یک تراکنش انجام دادید. اینو باید بدونید که ما چند تا اکسچنج بزرگ توی دنیا داریم، چند تا صرافی میشه گفت صرافی بزرگ توی دنیا داریم. یه نیویورک اکسچنج رو داریم و یه لندن اکسچنج که جزو بزرگترینن، که بزرگترینشون نیویورک اکسچنجه. نیویورک اکسچنج توی روز بازار سهام نیویورک حدوداً 24 بیلیون دلار حجم معامله داره. دقت کنید 24 بیلیون دلار. این در حالیه که توی بازار فارکس شما در روز حجم معامله حدوداً 6.5 تریلیون دلار رو دارید. ببینید چقدر تفاوته. اینه که بازار فارکس رو بازار به شدت پرنقدینگی کرده و به عنوان بزرگترین بازار مالی دنیا شناخته میشه. اولین چیزی که باید توی بازار فارکس بدونید جفت ارزه. اولین چیزی که همه راجبش دارن حرف میزنن و همه جا میشنوید. جفت ارز یعنی چی؟ یعنی شما یک ارز رو در مقابل ارز دیگه ای ترید میکنید. اینو باید بدونید که حدوداً ما 120 تا 125 تا ارز توی دنیا داریم که تقسیم میشن به دو گروه، ماینر کرنسی و میجر کرنسی. ماینر کرنسی یا کرنسی ارزهای کشورهای ضعیفن که خیلی معامله نمیشن. بعد میریم سراغ میجر کرنسی ها که ارزهای کشورهای قوی دنیا هستن که نقدینگی بسیار بالایی دارن، اقتصاد بسیار قوی دارن و اونجا اون پول توی اون کشورها و کشورهای اطراف به عنوان پول رزرو استفاده میشه و خرید و فروش میشه و معامله میشه. به طور مثال اگه شرکت کوکاکولا بخواد به کارمنداش در اتحادیه اروپا حقوق بده در حالی که بیس کمپانی توی امریکاست، از US دلار به عنوان دلار و ارز ریزرو استفاده میکنه برای تبدیلش به یورو و حقوق دادن به کارمنداش در اتحادیه اروپا. اینو در نظر بگیرید که وقتی میگیم یورو یو اس دی اولین جفت ارزیه که لیست شد در اولین اکسچنج دنیا. ما توی جفت ارزها دو قسمت داریم، یورو اسلش یو اس دی. یورو میشه ارز بیسمون، ارز پایمون و USD میشه ارز کوتمون، بهش میگیم ارز کوت، یعنی ارزی که ارزش گذاری میشه در مقابل ارز پایه. به طور مثال اگه چارت یورو USD رو باز کنید و ببینید قیمت 1.6305 به طور مثال هست، این یعنی چی؟ یعنی هر یک یورو ارزشش برابر با $1.60. خیلی جالبه که بدونید اکسچنج‌های بزرگ دنیا مثل نیویورک اکسچنج و لندن اکسچنج یک جای فیزیکی هستن، یک ساختمونیه که توش بروکرها هستن، اونایی که ترید میکنن هستن. البته الان الکترونیکی تر شده ولی خب هنوز آدما میرن معامله میکنن، نقدینگی بازار از اونجا رد میشه و 2 تا مکان فیزیکی در دنیا هستن که به عنوان قلب تپنده بازارهای مالی دنیا شناخته میشن. خیلی جالبه که بدونید برخلاف این 2 تا بازار فارکس که بزرگترین بازار مالی دنیاست از نظر حجم معامله در روز یک مکان فیزیکی نداره و روی پهنای بان و نتورک بانک ها حرکت میکنه و تا زمانی که بانک ها بازن کار میکنه و میتونید توی سشن های مختلف معاملاتی در جاهای مختلف دنیا روی ارزهای مختلف معامله بکنید. این باعث میشه که تا زمانی که بانک‌ها بازن از دوشنبه تا جمعه شما میتونید روی ارزهای مختلف ترید بکنید و شنبه و یک شنبه که بانک‌ها بستن هیچ حرکتی در بازار فارکس هم شما نمیبینید. حالا میخوایم بریم سراغ معتبرترین ارزهای دنیا یا همون میجر کرنسی. بچه‌ها خیلی مهمه که یه جایی نوت، تکست، داکیومنت یا روی ورق به صورت تردیشنال هر جوری که دوست دارید یه نوت بگیرید از ترمینولوژی های بازار، از کلماتی که توی بازار مالی زیاد میشنوید و باید حتما راجبش بدونید، مثل کرنسی پیرز یا همون جفت ارز، مثل بروکر، مثل بیس، مثل کود، مثل تیک پروفیت، استاپ لاس و هر چیزی که اینجا یا هر جای دیگه آموزش میدن راجب بازارهای مالی که باید حتما بدونید.
خیلی مهمه، اینو در نظر بگیرید. ما حالا می‌خوایم بریم سراغ میجر کرنسی ها. همونجوری که گفتیم ماینر کرنسی ها ارزهای کشورهای ضعیف دنیا هستند که خیلی حجم معامله روشون انجام نمیشه. ما کلا حدوداً 6 تا ارز به شدت قوی داریم توی دنیا که روش معامله‌های زیادی انجام میشه. اولین ارز USD هست که ارز ایالات متحده امریکاست، بعد میشه یورو، بعد میشه پوند، بعد میشه آزی یا همون آیودی که استرالیان دلاره، بعد میشه کانادین دلار که به همون سیمبل کت خونده میشه و میشه CHF آخری که میشه همون سوئیس فرانک. همونجوری که حدس میزنید USD به عنوان پادشاه تمام ارزهایی که هست در صدر جدوله، به خاطر اینکه حدوداً 84% معاملات بازار در دنیا با یک طرف USD انجام میشه. دلیل اصلی این که USD معتبرترین ارز دنیاست فکر کنم دیگه هممون بدونیم. چند تا دلیل اصلی داره. اولین و مهمترینش اینه که ارز USD ارز ریزرو دنیاست. این مهمترین چیزیه که ارز USD رو انقدر قدرت میده بهش. ارز ریزرو دنیاست. دلیل دومش اکانومی بسیار قوی و بزرگی هست، نقدینگی بسیار قوی داره. دلیل سومش استیبل بودن از لحاظ سیاسی و اقتصادی باعث میشه که با ارزش‌ترین پول دنیا باشه و خیلی دلایل دیگه که این چیزایی که الان گفتم مهمتریناش بوده که اولین چیزیه که به ذهنتون میاد وقتی راجع به USD حرف میزنیم و اصلا هم جای تعجبی نداره وقتی 84% ترید های دنیا با یک طرف USD اتفاق میافته. اینو باید بدونید که با کلمه بروکر زیاد برخورد کردید توی بازار مالی. بروکر به کی میگن؟ به چی میگن؟ به شرکت ها و کمپانی های بزرگی توی دنیا میگن که حاضرن بدون اینکه شما خود اون ارزو داشته باشید با ارز بیسی که توی حسابتون هست براتون معامله باز کنن و در مقابلش یک کلمه‌ای داریم به اسم اسپرد، یک مابعد تفاوتی بگیرن از بابت معاملاتتون، از اینکه معاملات خرید و فروش باز میکنید یک سودی ببرن. به طور مثال اگه میخواید یورو USD رو معامله بکنید روی بروکر مثلا آیسی مارکت میگه اسپردم 0.2. یعنی چی؟ یعنی در ازای هر معامله‌ای که تو باز میکنی روی ارز یورو USD من 20 سنت ازت کامیشن میگیرم، 20 سنت هم بابت خرید و فروش این ارز از حسابت کم میکنم. حالا تو میخوای سود کنی روی این نوسانی که گرفتی یا میخوای ضرر کنی. خب ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. امیدوارم چیزهایی که گفتیم براتون آموزنده بوده باشه. این قسمت اول از دوره بوده. سعی کردیم خیلی کوتاه بگیریم که هم برای شما خسته کننده نباشه، هم یه دفعه اطلاعات زیادی انتقال ندیم به شما که شما خسته شید، اگزاستد شید و بگید بیخیال دیگه نمیتونم ادامه بدم. میخوایم توی ویدیوهای 5 تا 10 دقیقه‌ای خیلی کوتاه قدم به قدم ویدیوها رو آپلود کنیم براتون و قدم به قدم بریم جلو. حتما یه نوت بگیرید از چیزایی که گفتیم، داشته باشید، توی جلسات آینده به دردمون میخوره. راههای ارتباطی خودمو میذارم توی کپشن، حتما با من در ارتباط باشید. اگه سوالی دارید بتونم کمکتون بکنم حتما در خدمتتون هستم. سابسکرایب یادتون نره. از پس فردا من ترید های روزانه رو میذارم که میتونید همراه با من ترید بکنید و در آخر چیزی نمیمونه جز این که برای شما سلامتی بخوایم. خوب باشید. میبینمتون تا جلسات بعد. چاکرین. فعلا.